درود دوستان، چه خبر؟ امروز اومدیم طبق قولی که من بهتون دادم، اومدیم که یه دونه هوش مصنوعی نصب کنیم که به صورت آفلاین کار میکنه. چجوریه؟ مثلا همون چت جی پی تی رایگان ولی آفلاینه، به نام MSTY که گوگل تازه ارزش کرده که الان ما میخوایم نصبش کنیم. یه همچین برنامه ای که ما میایم توی گوگل کروم و میزنیم MSTY A dot مثلا MSTY که بزنیم، مثلا من دارمش ایناش MSTY AI. وقتی که بزنین اولین سایت براتون میاد. وارد سایت که بشید به یه همچین صفحه برمیخورید. خب این فقط تنها مشکلی که داره فقط برای نسخه های ویندوز، لینوکس و مکه، یعنی برای اندروید عرضه نشده هنوز و فقط برای مکه. شما این نسخه رو دانلودش میکنید، دانلود میزنید و میزنید دانلود بشه. حدوداً 200 مگ باید باشه برای 195 مگه که حالا ما فایلشو داریم، نیاز نیست نصب کنم دوباره. زمانی که شما وارد برنامه میشین و نصب کامل رو انجام میدین کاری نداره، خودش ستاپ خودکار نصب میشه، اصلا نیازی مرحله نصب نداره. شما اینجا تو این بخش یه به علاوه هستش که شما اینو میزنید، یه نیو ورک باید بزنید اینجا، اسمتون و محل ذخیره سازی دیتا های اینجا و یه دونه آیکون اینجا انتخاب میکنین و کریت رو میزنید. بعد اینکه این کار رو کنید یه همچین صفحه‌ای براتون باز میشه که میتونید تایپ کنید. مثلا توش من مثلا درود، الان به من جواب میده. خب الان توی قسمت من اینترنت هم روشنه، من اینترنت رو خاموش میکنم و می‌نویسم خودت رو معرفی کن و میبینی که کار کرد و من اینترنتم کاملا خاموشه و اصلا این برنامه بدون اینترنت داره کار میکنه، نیازی به هیچ نیست. فقط باید اینو کار کنیم و مثلا توی سایت خودش بریم MSTY. وقتی که وارد این برنامه رو کنیم خودش دیگه به صورت آفلاین پیش میگیره. زمانی که این به درد چه موقعی میخوره؟ به درد این موقعی میخوره که شما اینترنت ندارید و مطلقاً یه پروژه‌ای دارین، یه دونه پکیج دانشگاهی دارین، یه دونه نمیدونم که باید یه چیزی بگردین و گوگل بالا نمیاد، توش هوش مصنوعی بالا نمیاد و این بالا میاد. تنها هوش مصنوعی فین‌الحالی هست که آفلاین بالا میاد و خیلی باحال بود و جالبه. برای من به شخص خیلی جالب بود این هوش مصنوعی.